دوستای نهایت عزیز، امید جور صحتمند سرحال باشین. ما با سلسله روزهای تفریحی و گردش و خیر همه رقمی که زمستانا های دوست و رفیق یارمون بودیم دیگه تصمیم گرفتیم دیگه تابستان خیر گردش شروع کنیم. هم با اسکیل خودم هست که اینجا یک اندیالتر گرفتیم و جای کافی است. این هم با اسکیل نظری سه و اگر رحمان بهار است، شکوفه هست، سبزی زیبایی. ما هم دیگه روز شنبه رو بخیر اولین دوره باشیم نوروزی رو شروع کردیم و با ما باشیم انشالله زیبایی ها جان خواب دیده. اقدامات را تقدیم دوستان میکنم و دیگه بخیر انشالله که دوستان پر حرکت باشن. از قسمی که دوستا صدای پرندار در بگران میشنون شروع بهار است دیگه مفترانه و بهار هم این مایده شروع شده و امروز سیلمون در کجاست بخیر است؟ کجا میریم؟ تندر بخیر تور خود ما شروع میکنیم. این از زمین را میریم یک قسمت به نام تندر فست. از تندر مابین نمی درخت و جنگلات تا طرف الستر همبورگ یک 10 کیلومتر 12 کیلومتر نهایتا میه که ویزا قرار میشه دیگه. بخیر مطابقی با ما باشین بخیر که ما سفر خود ادامه میتیم. ما هم در بگراند هستیم دیگه در این منطقه نظری سه ما و کرحمان دیگه در اینجا برمان آواسته گرچه ما هم در این نزدیکا زندگی میکنیم ولی این طرف واقعیتش نامدیم به موتر رفت آمد زیاد کردیم ولی را گفتن همانه جایی که طبیعت داره در با اسکیل و پیاده رویست اکثرا در
در این منطقه دیگه بسیار یک سرک زیبا بود. از این سرک های پر از گل همیشه در این فصل سال دیگه آلمان زیاد است، خصوصا در این منطقه که هستیم توندورف خیلی از این گل زیاد است و حتی جشن گرفته میشه سالانه. اینجا قسمی که اینجا میبینین در لوحه سعی کنین اینجا یک فست است. دوستا دیگه یعنی هم سرک های توندور فصل بهار و فعالیت های آخر هفته ما خصوصا با بسیار بودیم. یعنی رفیق ما هم اینجا منتظر از بایسکلش. اکرمان چی کردی؟ سلام علیک. چطور است که سرک ها؟ جاده بخیش قصنی؟ دوستا دیگه نما بخیر. نمی جنگل ها داخل میشیم و مسیر خود طرف الستر ادامه میدیم. یک چند فیلم کوتاه هم سرک داشتیم. قسمی که تصویر میبینین اینجا دیگه از همون رایی که در بایسکل ما شروع کردیم از طرف فامز نظامی میه. نظامی مسیر میه و ما دیگه آمدیم دمی کوچایی که گل بود و فستیوال گل است. کوتاه یکم فیلم گرفتیم و مسیر به خیر ادامه میدیم. دیگه متاسفانه که بایسکل رفیقمون یک کمی خشک است و چرب شده باید. به خیر بایسکل رو میگم مراد کنیم. باز به خیر مسیر یک 15 کیلومتر تا الستر ادامه میدیم. یعنی دوستا دیگه میرم na بایسکل اگه اینجا خواستیم na بایسکل ها سوا میکنه و یکی که برک سوا میکنه و یکی خشک است دیگه زیر سوا کنه. دیگه خیلی ادامه میکنه مسیر.
اینجا دوستا دیگه ما بایسکلا رو پارک کردیم و میریم اون دو بلندی و خیر از اینجا یکان چای نوش جان بکنیم. و دل طبیعت توافق کوتاه کردیم کمی داخل بریم بخیرک نمیفهم چی هست اینجا ولی نرسو اینجا نشتستین بوتانش چی هست ولی بایسکل اجازه نیست اینجا با قانون یمی پارک دیگه بایسکل های جوانین بخیرک تصویری می داشته باشیم از این داخل پارک. بسیار یک جای آرام باش یعنی جوید چطور است این طبیعت؟ زیبا نیست؟ خیلی زیباست نه؟
کلی درخته در فضای آرامش نقاط گلا خوشبو شما. دوستان عزیز به شروع برنامه ما براتون گفتیم که منتظر زیبایی ها باشید. این زیبایی ها رو که در اطراف می‌بینیم وعده‌ای که براتون دادیم اینی زیبایی هاست. بوی نداره؟ گل بوی نداره؟ بوی نداره. خب دوستان دیگه ای بود تصویری کلی و مسیر رای ما بود در این پارک. خواستیم اینجا یک توقف کوتاه بکنیم چون در بایسکل هستیم. وقتی که در بایسکل باشی اینجا بسیار زیبایی ها رو میبینی. بنان دیگه ما در بایسکل های خود در مسیر که طرف الستر از ادامه میتیم. یک پارک بسیار زیباست اینجا. سبزی جای گریل همچنان اجازه است. یعنی اینجا دوستا کدام بندی ها باست که رفیقا پیدا کردن اگه حساب کنیم کوتاه. نان است میجم یک بندی ها بالا میشه. آره حالش هست. میگم پرچاوگش هست چی کنم؟ فکر کنم جالب است اینجا نه یک جای بسیار بلند و منیجم دیگه ها کنترول میشه. چی کردیم؟ خوب جای هست اینجا؟ علیولا دیگه اینا بگو اینال نرسی بگو.
دوستای پارک مابین وانزبک شوسی و فریدزبرگ است. بسیار یک فضای خوبی برای بایسکل دوانی است و همچنان گفتن آمد که اینجا جای گریل هم اجازه است. میتونم اینجا گریل کنیم بدون کدام مشکل و دوستایی که میخواین اینجا بیاین میتونن اسبان حیثیه که بگیرن طرف میدان هوایی نام ایستگاهش فریدزبرگ است که اونجا پایین شوین مستقیما داخل این پارک میشین سمت راست البته که برای نزد اسبان فریدزبرگ. اگر سمت چپ برین مسیری دیگه است. اینجا پایین شوین دست راست داخل این پارک میشین. بسیار جای قشنگ است برای بایسکل دوانی، برای گریل و این قسمه که تصاویر میبینین در فصل بهار خب بسیار زیباست. دیگه هم یک توقف بسیار کوتاه کردیم به بایسکل. اینه خوبی بایسکل دوانی است که دیگه طبیعت کده میری و هر جای منظره. پس ادامه میتیم بخیر. میگن دوستا قسمه که در تصویر دیدین خوبی بایسکلی هست که آدم اینجا میتونه بسیار تصاویر خوب داشته باشه، منظرهای زیبا میادم روی آدم میتونه استاد بکنه. خط بایسکل است اینجا
سرک. بیشتر که وانزبک دوست آیلبک مسیر است که ادامه میتیم. ناگفتن همونه که اینجا خانهایی که میبینیم بعض نفرها در یه زندگی میکنن. بسر نزدیک میشم ها بخیر. همونه دوستا یک نشیبی هم اینجا بود. یک نشیبی دیگه ما را کم انرژی داد. تقریبا یک 12 کیلومتر آمدیم فعلا. مغزو گیر نداره مگم دم یک حالت میره. نه نداره، خراب است گیرایش، خراب است، دم یک حالت میره. این خانه را گفتم نه بعض نفرها زندگی میکنن. خانه لوکس است، خانه کسی که نفر زندگی میکنه اینجا. یا تا جمپک هم میخوره باز خانه شوخ میخوره. او یک تابستان سایزی که ولی از مثلا سهر دسته نه نه خانه است، خانه است زندگی میکنه نفره. خانه است که زندگی میکنه، این کافه نیست. دوستا دیگه اینجا یک اصطلاح خاصی همبورگ است. میگیرم اینجا. ای طرفش بیا. بخیر ما در اینجا رسیدیم. در هدفی که انتخاب کرده بودیم باید می آمدیم. این قسمت ها رسیدیم دیگه. یا سنال سر است. باوسه تیر شم. تک کوتاه. ما تو میریم باز طرف چیز. این مسیر تداری باشه. Yeneceğim. Yavrusun arası.
میکنه تقریبا یک 15 کیلومتر شد که در بایسکل آمدیم از منطقه وانزبیک، البته از فارمزن توندورف. بسیار مسیری زیبا بود. این هم نمای هاوس نالستر که البته اینجا دیگه خیلی بزرگ است. هاوس نالستر روز قبل یک دوره داشتیم، این از اینجا تا اونم قسمت کانتر رو میبینین، هم مسیرها بود. بیا اینجا یک جای ها خوب هستی؟ میایم پیشتان. اگه فرید سلام برسه. خوب هستین؟ صحتون خوب است؟ بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ اگه خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ آرامی است؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ نظری اونجا سنسایش که؟ من میبینم روزای میدم گشت هستین یگانی سوریگک با خوب هستی؟ ما شما رو میگیریم. دوستا رفیقای بخیر، ما سفر بایسکلمون به همینجا ختم میشه. در هاوس نالستر رسیدیم. فرید جان رفیقمون اینجا دیدیم. دیگه رفیق دیگه من بله دیگه ما میشه بدر خداحافظی میکنیم. بخیر تا رولا جان هم اینجاست. نظری خداحافظی میکنی؟ خداحافظ دوستای عزیز، امیدوارم براتون خوش گذشته باشه. مناظر مقبوله که ما فیلمبرداریش کردیم شما لذت برده باشید. خداحافظی میکنیم. خداحافظی میکنیم. والا واقعا یک روز بسیار خوب بود. جای دوستایی که در جمع ما نبود خالی بود. دوستان اکا منصورتان واقعا بسیار خوب یک سفر خوبی داشتیم. تقریبا ما از وانزبیک فارمزن ببخشید از فارمزن تا هاوس نالستر تا بایسکل آمدیم، تفریح کردن آمدیم. تقریبا ما 4 ساعت در مسیر یمی راه بودیم دیگه. دقیقاً ویدیو هست ان شاء الله کدام روز باز بخیر یک جایی باز ان شاء الله تا یک شنبه بعدی خدا نگهدار که بخیر سفرهای بایسکل ادامه میدیم. دوستان من هستن، خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.